تنهای جشن نوروز امساله. اکنون توجه میکنیم ما به قسمت دیگری رقابت های پهلوانان وزن تا 90 کیلو. حقنظر نظرов ورزشگر شهری حصار خلعت سبز دارد. این رقابت ها قبلا در گلیم دوم صورت گرفتند. بعد آنه که در وزن جمعی 90 کیلو نیروسنجی ها انجام یافتند و قسمی از پهلوانان وزن 90 کیلو به گلیم ما گذاشتند. و از این نقطه نظر گاه با صورت مجلسی که اگر ما ابتدایش رو اندک توجه نکردیم از بیننده ذکی معذرت میخواهیم. حالا توجه میکنیم که حقنظر نظرov یک حرکتی بهتر رو هم اینجا خواست که نشان دهد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تطبیق نقشه های سری وقتی جهت نظام درست و سطح بلند دایر کردن این چاره‌بینی البته سری وقت کارهای ضروری را انجام دادند و امروز هم شایسته تحسین است که در گشتین ملی گشتینگیری مکافات های عالی و شایان از قبیل شاه جایزه نفران موفق را انتظار است که این هم یک قدرشناسی، یک توجه خاصه حکومت شهر دوشنبه در سمت تکمیل دادن مهارت پهلوانان و احیای ورزش های سنتی به حساب می رود. حقنظر با شیرافگن سردارov که رقابت را الان شروع کرد. موفقیت هر دو پهلوان را حالا ما ندیدیم. حقنظر نظرov در دیداری اول آزادبek نظربekov را مغلوب کرد، پهلوان سوغدی رو، و سردارov باشد شیرافگن در مقابل عبدالجبار آدینایف غلبه به دست آورد و اشتراکچی این مرحله 8 یک نهایی گردید. یعنی سبقت ها از واخوری های 16 یک نهایی آغاز شدند. حقنظر حالا بسیار هم توجه میکند که به اشتباه راه ندهد. حریفش هم بر راستی شیرافگن سردارov ناوابسته از آنه که حقنظر مهارت خوب دارد، هراس ندارد حریفش و مقاومت را هم برابر نشان داده ایستاده است. شیرافگن سردارov خلعت سفید دارد. در مرحله 8 یک نهایی پهلوانان قرار دارند. یک غلبه لکه اینها را به این دور آورد. یک پیروزی دیگر نفر دست بالا را به مرحله 4 یک نهایی میبرد. یک غلبه دیگر به واخوری نیمه نهایی و تا به مرحله شاه جایزه. البته باز هم وقتی دیگر و باز هم مسئولیت دیگر و باز هم آمادگی دیگر و غلبه های دیگر ضرور است. شیرافگن سردارov مسابقه مذکور یعنی مسابقه برای دریافت جامی پایتخت بخشیده به عید بین‌المللی نوروز در سال. حرکت خیلی هم بهتر بود. یک بار عادت دائمی موزره نه در گشتین ملی پهلو. شیرافگن سردارov هرچند رجوع کرد که کار به همان نقطه نهایی رسد، یعنی امتیاز رقیب سرسخت خود را ندهد، اما نتوانست. پهلو به حقنظر نظرov باز هم یک حرکت دیگری جوان پهلوان شهر حصار
ҳақназар дар мусобиқоти гранд-слами ӯзбекистон дар риштаи ҷудо навакак хеле ибтидои моҳи мард хеле ҳам хуб дурахшид. Паҳлӯ ҳалол аст. در این بازی با برتری دو پهلو غالبیت نصیبی حقنظر نظره. پهلوان شهر حصار در این دور هم غلبه به دست آورد و به واخوری‌های 4-1 نهایی برآمد. همه شمایان را با عروض بین‌المللی تبریک می‌گوییم. حقنظر نظرов البته چون مبارزه را با کامرانشاه استاپریان ادامه خواهد داد. البته در این جریان باز هم جهانگیر مجیدов با سعیدجلال سعیدов رقابت خواهد کرد و با همین ترتیب ما نتیجه نیروسنجی های 8-1 نهایی رو به شما منظور کردیم. کرامت الله حکیمов در جفت اولی رقابت ها با همروز رجبov در وزن تا 90 کیلو رقابت میکند. سعیدجلال سعیدov با نسیم جان امیر